الان روی میزت یه نام است. تاریخش برای 10 سال بعده. امضا هم با دست خودته. نفس تند میشه، دستت میلرزه و بازش میکنی. سلام، من تو هستم از آینده. الان داری فکر میکنی فردا وقت داری، اما حقیقت اینه فردا فقط یه دروغه. تو همین لحظه داری آینده‌ت رو میسازی و انتخاب‌های همین الانت مشخص میکنن کدوم مسیر رو میری. تو الان داری گوشی رو بالا پایین میکنی، میگی فقط 5 دقیقه، ولی میدونی این 5 دقیقه قراره تکرار شه، هر روز و هر روز. مغزت دنبال لذت فوریه. اینه کاری که داره باهات میکنه. نشونت میده یه نوتیفیکیشن ارزشش بیشتر از رویاهای نیمه کارته. نگاه کن، ساعت 3 نصف شبه، باز نمینویسی، باز نمیخونی و باز فردا رو به خودت قول میدی. اما همین الان هنوز راه بازه. تو داری میخونی، پس یعنی هنوز زنده ای. همین ثانیه میتونی مسیر مغزت رو عوض کنی. این انتخاب دست خودته. سقوط یا تغییر. تو الان تصمیم میگیری گوشی رو بذاری کنار. میری سمت کتاب، مینویسی. اولین جمله شاید افتضاح باشه، اما تو نوشتی. همین یک بار مغزت مسیر جدیدی رو میسازه. همین یک بار تبدیل میشه به 100 بار. روانشناسی میگه هویت از تکرارهای کوچیک ساخته میشه. تو داری همین الان خودت رو بازسازی میکنی، نه با رویا بلکه با عمل. الان داری انتخاب میکنی، همین لحظه. آیندت روی این کلمه امضا میشه، امروز. سوال اینه تو امضای خودت رو چطور میزنی؟